هتل هیلتون تهران بلندترین ساختمون ایران تو سال 1341 و بزرگترین هتل خاورمیانه تو زمان خودش بود. یکی از 7 هیلتونی که تو سال 1963 کمی قبلتر از شعبه‌های لندن و توکیوی این هتل زنجیره‌ای شروع به کار کرد. ساختمونی که سالیان سال میزبان بازدید کننده هایی بود که از فراز برج 15 طبقه‌اش تصاویری به یاد موندنی از پایتخت ایران به یادگار گذاشتند. تو روز اول بهمن سال 1341 شاه ایران برای افتتاح هتل که بعد از 3 سال کار آماده بهره برداری شده بود به جاده شمرون، جایی که بعدتر پارکوی ساخته شد، رفت. این تسهیلات برای سیاحان ساخته شده است به دست مبارک اعلی حضرت همایون شاهنشاه افتتاح می‌گردد. جناب آقای امیر اسدالله علم نخست وزیر، مهندس شریف امامی نایب الدوله مجموعه با بودجه 74 میلیون تومان ساخته شد. سرمایه گذارش بنیاد پهلوی بود و اولین درآمد هتل هم که از ضیافت افتتاحیه حاصل شده بود به خیریه فرح اهدا شد. هتل هیلتون نمادی بود از تبدیل ایران به کشوری که داشت تو دنیا سری توی سرها پیدا می‌کرد. دولت وقت هم به خوبی اینو میدونست و به مناسبت تأسیس هتل تمبر یادبودی چاپ کرد تا شروع عصر طلایی توسعه ایران برای همیشه تو تاریخ ثبت شه. هتل هیلتون محل برگزاری مراسم مجلل فرهنگی هنری و همینطور محل اقامت چهره‌های بین‌المللی بود که تو سالهای دهه 40 و 50 زیاد به ایران سفر می‌کردند. کسایی مثل نیل آرمسترانگ، اندی وارهال و همینطور الیزابت تیلور از جمله افرادی بودند که تو هتل هیلتون اقامت داشتند. مراسم گزینش دختر شایسته ایران و هفته مد تهران هم تو این ساختمون که لوکس‌ترین اقامتگاه پایتخت بود برگزار می‌شد. هتل هیلتون حضور پررنگی تو تاریخ بصری تهران داره و تو هر گوشه از فیلم‌ها و عکس‌های اون سالا یه اثری ازش به چشم می‌خوره. پلانای خیلی از فیلم‌های ایرانی مثل گنج قارون و فریاد زیر آب هم تو محوطه هتل هیلتون تهران گرفته شدن. برو این پسا جا گرفتن یا نه؟ برو این پسا جا گرفتن یا نه؟ علی اینجایی نگاه یا مروت چی ساخته؟ نه تبرون با من وقت اومدن دیدم بار شکار طرف دست چپ بری بریم امام بگو چی کار میخوای بکنی ها؟ خب میریم دنبالش هرچی که بره. خب بعدش هرچی میکشم از رفیق. بیا پایین بابا بیا پایین. چیه؟ که بچه نیستی. این دختر از اون کلفتاست، از اون عجوناست. خب مگه بده؟ بعده کدومه؟ چی خیال کردی پسر؟ اینا آتیش کبریتشون رو نمیدن من تو فوت کنیم، چه برسه به این که خاطرخواشون هم بشین. و اما از آرشیتکت این بنای تاریخی هم بگیم که کسی نیست جز حیدر قیایی، از پیشگامان معماری مدرن ایران که استاد دانشکده هنرهای زیبای تهران بود و کسایی مثل حسین امانت از شاگردانش بودند.
حیدر قیایی بعد از اینکه از مدرسه هنرهای زیبای پاریس فارغ التحصیل شد، تو سال 1331 به ایران برگشت تا کار خودش رو تو کشور آغاز کنه. قیایی با دربار رابطه نزدیکی داشت و تا سال 1357 که ایران رو ترک کرد، لیست بلند بالایی از بناهای ارزشمند از خودش به یادگار گذاشته که اکثراً به عنوان آثار ملی ایران ثبت شدن. بناهایی از سینما مولن روژ و رادیو سیتی تو تهران گرفته تا ایستگاه‌های راه آهن تبریز و مشهد. اما شاید شناخته شده ترین اثر حیدر قیایی کاخ سنا باشه که بین سالهای 1332 و 37 ساخته شده و از آثار ارزشمند معماری ایران محسوب میشه. و اما به هتل هیلتون برگردیم. تو سال 1351، 10 سال بعد از شروع به کار هتل، یه ساختمون دیگه هم به مجموعه اضافه شد. بنایی که تو ضلع شرقی ساختمون اول ساخته شده بود و تعداد اتاقهای هتل رو به 600 رسوند. تو سال 1357 ارتباط هتل با هیلتون امریکا قطع شد و اسمش رو استقلال گذاشتن. اما به خاطر حضور پرتعداد توریستای خارجی تو ایران قبل از 57 یادگاری‌های زیادی از هتل هیلتون اصلی باقی مونده. وسایلی از کلید اتاقای هتل گرفته تا صابونای مسافرتی و قوطی کبریت که میتونیم هر از چندگاهی یه اثری ازشون تو سایت‌های فروش عتیقه پیدا کنیم. همینطور که از دیدن این تصاویر لذت میبرید، کانال ما رو فالو کنید تا باز هم ویدیوهای بیشتری از تاریخ معاصر و فرهنگ ایران تماشا کنید.